حفظ سالمی اهالی در محور سیاست اجتماعی دولت و حکومت قرار دارد. حکومت جمهوری تاجیکستان جهتی در عمل تطبیق نمودن سیاست اجتماعی برنامه و استراتژی‌های مشخص را از قبیل استراتژی ملی سالمی اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و دیگر برنامه‌ها را برای مرحله‌های معین قبول کرده در اساس آنها چاره‌بینی‌های دارای سطح گوناگون را برگزار می‌نماید. یکی از چنین تدبیرها مکالمه عالمان و دانشمندان ساحه تندرستی کشور در همایش‌های علمی و نظریوی و عملی محسوب می‌شود. در ادامه منطقی تطبیق سیاست اجتماعی دولت و حکومت در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با تشبث جانب تاجیکستان و با اشتراک روانشناسان سطح بین‌المللی و متخصصان صاحب تجربه این ساحه طب همایش علمی عملی تحت عنوان سالمی روحی اهالی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردید. در بنای مرکزی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان کنفرانس بین‌المللی در موضوع سالمی روانی اهالی اتحاد دولت‌های مشترک المنافع با اشتراک 5 دولت برگزار گردید. در این کنفرانس امروزه نمایندگان ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه عالمان برجسته این ساحه اشتراک دارند که تحلیل حالت روحی و روانی اهالی کشورهای خود را با معلومات ما میرسانند. از جمله ما هم با یک چند نفر با برآمدها برآمد میکنیم برای اینکه مسئله سالمی روحی اهالی مسئله داغ روز شده است در تمام دنیا. بعد بحث و مناظره ها ما با یک خلاصه معین میآییم که مسئله سالمی روحی اهالی را دستگیری کردن در کار، حل کردن در کار. هم بعد مسئله آموزش در دیگر دولت ها ازبکستان مثال یک بازه مستحکم تیارکنی کادرها دارد، فدراسیون روسیه، قزاقستان. ما فکر میکنم که ما با نمایندگان راهبران اولی این ساحه ها در مسئله با طرز رایگان آموختن کسب آموزی و گذشتن از اختصاص اولیه با یک موافقه می آییم. برای من فکر میکنم که گذراندن این کنفرانس سری وقتی است، مسئله مبرم روز است، مسئله مهم است. در همایش علمی بین المللی مسئله های سالمی روانی اهالی مورد تحلیل و بررسی و محاکمه قرار گرفته. متخصصان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل ضمن خواندن و فهمانیدن مغروزه ها، تحلیل مقایسه های منطقی و تجربوی خود را وابسته به مسئله مذکور جهت بهتر نمودن سطح و صفت خدمت رسانی و باز هم عمیق‌تر آموختن و ایجاد عامل‌های پیشگیری از گرفتارشوی به بیماری‌های روحی به سمع حاضرین رسانیدند. متخصصان ضمن تبادل افکار از تجربه کشورهای خود در این سمت یادآور شده مسئله‌های فهمیش بیشتر درباره آسیب پذیری و مشکلات سالمی روانی، سبب‌های گرفتارشوی به بیماری‌های روحی، ارزیابی سیاست ساحوی موجوده، خدمت‌رسانی‌های تندرستی و امثال این را مورد بحث و مذاکره و نتیجه‌گیری‌های منطقی قرار دادند. در این همایش سطح بین‌المللی عالمان تاجیک سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان را سیاست انسان دوستانه و غمخوارانه و به این وسیله سطح و صفت خدمت‌رسانی‌ها را در این سمت بلند ارزیابی نموده، اندیشه و پیشنهادهای همتایان خود را جهت رفع مشکلات موجوده سری وقتی دانسته کاربست نمودن آنها را در برنامه‌های عملی سازی سیاست اجتماعی حکومت مملکت مهم ارزیابی کردند.